دوستان عزیز، امروز زندگی اصلی بچه مقبول میبینید چه قسم روان است. ولاگ امروز با ما ساعت است 5:26 صبح. خب دوستای عزیز، اینی هم نانساب که براتون نشان دادم دیگه. میریم به طرف دیستریبیوشن بیسارم نمیدونم زیر میشیم به سرعت 180 دیگه میریم در این بلوز پیشتن میگیم باش براتون یک اکشن نکنم بگه خدا دیگه. اینجا کردیه که میپیشیم باختر بچه مقبول که از زیر خانه کار از بیادر کالاش یخ میدن خدا آدم یخ میدن. مثلا چه گپ شده بود چشم دو سه پلکک زدم. اینجا گفتم مجم چه قسمی براتون کالای خدا نشان بدم، یک جای نبود تلفنم برام مجبور شدم خدا تو بگیرم دیگه. وقت برآمدن از کالا مالا رو پیشیدیم، دانک خدا خوردیم. ساعت از 6 صبح که از خونه بریم یک واد پیسر رو خاصه میگیریم. تلفن ما یادم رفت. چهار طرف قسمی که براتون نشان میدیم چقدر تاریکیش بس چه هوای خاص. اینجا چوبک دندان ما دیدیم که مردم فکر کنه گوشت خوردیم یا ملنگ خبر نه که بیادر گلوم باشی قایماق خوردیم. اینجا ترین اومد، یک ترین میگیرم باز خدا براتون نشان دادم، باز بس میگیرم. 20 دقیقه بعد از بس میرسیم طرف کار. باز دیگه اینی هم میشه وقت نان چاشت خانه رو گفتم که گفتن چی از گفت 3 دانه بلانی. اینجا آمدم اول 2.5 تا بود، بعد از 2.5 تا که 2.5 تا دیگهش هیچ کچالو نبود، یک چیز خالی بود خلاص، نان خشک خالی. بسیار سپرایزینگ. اینجا دیگه کرایک زدیم گفتم این چه قسم دجام زدیم بود. اینم جای کار دیگه. خدا کنه از ولاگ امروز خوشتان اومده باشه. چی میگن؟ دیدش کو یک ولاگ دیگه ساعت 7 صبح با بچه مقبول. ولاگ ورزشی البته. لیتس گو. معمولا وطندارا کل کارهای من نسبت به مردم عادی فرق میکنه. ساعت از 7 صبح چی میکنیم؟ لوبیا بخوال میکنیم. دوستان عزیز، قسمی که میبینید لوبیا منفخته شده رئیس در زیر ویدیو کامنت دادیم که دیگه دوستان کی ویدیو کنه. این هم دقیقی بچه وقت است هر چیز لشه میخوام. خب دوستان عزیز، وطن عزیز، قسمی که میبینید 7 صبح چه یک هوای تاریکی قشنگ بود. اینی هم دیگه خدا نشان میتون براتون آمدگی به طرف کلان. جانم بازو میگم و چوبک دندان آلویز کلگی بفهمه که بیادر کباب خوردیم و وقتی که از خانه بریم عجب روشنی. جرابای خودم براتون نشان دادم که نگه جرابایتون قاره است. بخاطر دفعه دیگه زیاد کامنتا و عکس‌ها درباره جرابای ما بود. اینی هم دیگه یک شادو بوکسینگ که حرکتمو اسکیپ سرعتش تیز شه صحیح داشت کرده بتونی. بسیار عالی جانم هستی. و رسپاند بازی همیشه باید در بوکسینگ بکنین. و یه هم دیگه چند قبل بوکسینگ کردیم و یه هم شادو بوکسینگ. جانم هستی. جانم هستی دیگه بچه من خود دیگه تنگ اینجاست که دیگه دوستا وطن عزیز لوبیا بالا آمده رایز دیگه. خدا هرتون وطن عزیز هم بود از ولاگ امروز ما دیگه منتظر بس هستیم میریم به طرف خانه. خدایا را مددگار خودتان در آخر میفهمید.